نمیدونم یادتون هست یا نه، دوستانمون در حفاظت از محیط زیست رفته بودن 10 تا گورخر رو زندگیری کنن. تکرار میکنم 10 گورخر، عدد مهم یادتون نره، 10 تا گورخر رو زندگیری کنن. چند تا رو زندگیری کرده باشن خوبه؟ 5 تا. بعد گفتن اون 5 تا چی شدن؟ گفتن تلف شدن. شما عملیات زندگیری داشتید یا عملیات امهای باند، مثلا سرکرده‌های باند قاچاق که 5 تاشون نیستن؟ بعد گفتن حالا چیکار کنیم؟ گفتن آقا جفت میندازیم زیاد میشن. بعد اینا هر 5 تا نرن. باشه مقدار ملایم‌تر زندگیری کن هموطن سازمان. بعد از این 5 تا یکیشون قبل زندگیری تلف شده بود، یعنی احتمالاً شلیک هوایی کردن، تسلیم نشده، زدن تو سرش مستقیم. دلیل فوت 2 تا دیگه از این گورخرا رو زده اصابت سر حیوان زبون بسته رو خودم دارم میگم، اصابت سر حیوان به دیواره‌های جانبی جعبه حمل گورخر. یعنی سالم گرفتن، تحویل ماشین دادن، اینجوری رانندگی کرده اون سر گورخر خورده ماشین فوت کرده. محسن لرستانی مگه گوش میدادی تو؟ چجوری رانندگی کردی مگه؟